ملت من با همه فرهنگ رنگین، با همه تاریخ دیرین، باز هم چون کوههای خود خیلی جوان است. باز هم او مثل زمین پرتحمل، پرتأمل، پرنشان است. السلام علیکم دوستان عزیز، همدیاران ارجمند، دلباختگان صنعت اصیل تاجیک. هر کدام شمایان حبیبان صوت و نوا را در این تالار زیبا و برهوای تئاتر دولتی مضحکه و موسیقی به نام کمال خوجنده خیر مقدم نور دیده تاج بر سر میگوییم. شورخان، میدانید امروزها با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان صنعت والا و ناتکرار شش مقام خیلی رشد می‌یابد و البته تمام جهانیان از این صنعت بزرگ امروزها با خبر هستند. واقعا خیلی خوشنود هستیم که امروز هنرمندان جوانی ما روی آورده صنعت والای شش مقام را می آموزند و بی دشواری آن را زمزمه می کنند. دوام دهنده کار و پیکار و هنر والای هنرمندان معروف شش مقام تاجیک هستند. واقعا محفل زیبای امروزه ما نیز شکرانه نام دارد. شکرانه میکنیم که در وطن عزیز تاجیکستان محبوب زندگی میکنیم. واقعا اکبر جان از فرصت استفاده برده همه مخلصان ارجمند را با روز زبان، استادان ارجمند را با عید آموزگاران صمیمانه تبریک میکنیم. بگذار تاجیکستان آباد، مردمش سربلند و همیشه در خاندانشان صدای صوت و نوای دلانگیز تنین انداز باشد. و البته این لحظه بار دیگر اهل نشست دوستداران و محبان صنعت والا را خیر مقدم میگوییم و بیایید وقت رو طولانی نمیکشیم و آغاز میکنیم برنامه کنسرتی که شکرانه نام دارد. تحت قرصکوی شما برنامه کنسرتی تحت عنوان شکرانه را کنی همین می قرصکوی شما با قرصکوی بلندتان کشانده گفته اعلام میکنیم. به صحنه هنرپیشه ممتاز بیایید دعوت میکنیم قهرمان محفل زیبای ما شهزاده زین‌الدین را با قرصکویتان دعوت میکنیم. منزلی او در دل است اما ندانم دل کجاست. جان پاک است آن پری رخسار از سر تا قدم ورنه شکل این چنین در نقش آب کجاست. ناسیها عقل است مقیم مالی سری کویش مخواه